عرض سلام. امروز نوبت آبیاری من بود. اومدم اون ساعت مشخص آب رو تحویل بگیرم ببرم برای آبیاری غرقابی باقالی که کاشتم. گاهی اون زمینی که اونجا شخم زده شده، حالا از اینجا نمیشه تشخیص داد، از چقدر توضیح بدم نمیشه. قرار اونجا سیب زمینی بکارم، ولی گاهی به این خیلی فکر کنم به این مسئله که وقتی یه زمینی داریم یا باغی داریم، اینو اینستاگرام دیدم و طرف میگفت این مال من نیست، در شرایط فعلی در دست من امانته، یعنی هر آن احتمال داره سال بعد، ماه بعد، یا من مردم بچه‌هام بفروشن میشه مال یکی دیگه. یعنی گاهی میام میشینم اینجا، دقیقاً اینجا یه تپه کوچیک هست، همینجا میشینم اینجا و به این منظره نگاه میکنم و با خودم میگم که خیلی از انسان‌های قدیم، انسان‌های قبل ما تو این باغ‌ها زندگی کردن، تو این باغ‌ها عاشق شدن، تو این باغ‌ها دعوا کردن، آشتی کردن، تو این باغ‌ها امیدوار شدن، با خرید زمینی امیدوار شدن، با فروش بلجبار اون زمین ناامید شدن. یه چند روز پیش یک پیج اینستاگرامی عکسی از پدر بزرگ من گذاشته بود که مالک این چند تا روستا بود، حاج ملا محمد جمشیدی. بعد این شجره‌نامه‌شو مثل این که در آورده بود و البته شجره‌نامه ما بود، ولی منتهای مسئله من ندیده بودم، شنیده بودم، از پسرم هم شنیدم که شجره‌نامه ما به صورت دقیق هست. یعنی 9 نسل با پدر من، 10 نسل قبل من مشخص بود، یعنی 10 نسل قبل من با اسامی مشخص، یعنی به نوعی جد ما در همین زمین ها زندگی کردن، عاشق شدن، گریه کردن، خبرهای غافلگیر کننده شنیدن. یعنی میخوام بگم زندگی خیلی چیز عجیبیه و گاهی با خودم فکر میکنم، اینو میگفتم، روی این تپه میشینم میگم حاضرم تمام عمرم بدم، تمام داراییم رو بدم، همین نقطه‌ای که نشستم 500 سال قبل رو ببینم که 500 سال قبل توی این باغ‌ها آدم‌ها چطوری صحبت می‌کردن، چطوری چه لباسی داشتن، بچه‌ها چطوری بودن، زنان چطوری بودن، اصلا ساختار صحبتشون، تکلمشون، همه چیزشون، این که واقعا چطوری بود. اصلا اینا باغ بود، زمین بود، گندم بود، جو بود، چی بود؟ یعنی میخوام بگم که وقتی ما به گذشته خودمون، به کسانی که زودتر از ما بودن، به مالکیت‌های قبل خودمون فکر کنیم، هیچ وقت احساس غرور نمی کنیم و این خیلی میتونه به ما کمک کنه که یک انسان دگرخواهی باشیم، انسانی باشیم که خیلی حرص طمع دنیا نداشته باشیم، بتونیم دگرخواهانه زندگی کنیم، بتونیم اون فرهنگ یاریگری رو الگوی زندگی خودمون قرار بدیم، اگر باورمند باشیم که ما هم خواهیم رفت و این مان ملال دنیا چیزی نیست، فقط وسیله است که ما بتونیم حالا یه زندگی نسبی داشته باشیم. قرار نیست همین. این پدر بزرگ من فکر کنم اولوش 14-15 تا روستا داشت، نصف و نیمه یا 6 تا همینجور. و یه مرد پیرمردی بهم گفت که همون پدر بزرگ من مثال میزد، که فلانی خام بود مگر جز یه دونه کفن بیشتر بر سر قبر. واقعا هم همینه، یعنی همونم یه کفن، یعنی شخصی که نوکرمون بوده یه کفن، کل پادشاهان همینطور. تازه خیلی اون کفن هم نداشتن، یه جایی همینجا گم و گور شدن، تومه حیوانات شدن. یعنی میخوام بگم که خیلی 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 دیگه نباید جدی گرفت این دنیا رو. مخلص همگی.